کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیشنهاد هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که روز 16 ابدام مای سال 2023 به سبب تغییر آب و هوا در ناحیه‌های جنوب و مرکز ولایت ختلان، نواحی منطقه کولاب، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه هوای آلوده با گرد و چنگ در نظر داشته شده است. خاک بارش به قلمرو کشور از ناحیه‌های جنوب و غرب و جنوبی هممرز با کشورهای ما وارد می شود. در این ارتباط کمیته از ساکنان و مهمانان کشور خواهش می کند بیش از همه به کسانی توجه کنند که گرفتار بیماری‌های دیابت قند، استما و هیپرتنی می باشند. رانندگان و دزدداران سیاحی و گردشگران باید در این گونه روزها سرعت حرکت در راه‌ها را رعایت کنند. تکنیک بی‌خطری حرکت در راه‌های کوهی و نزد کوهی، صحرایی و انبارها را رعایت نمایند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها خیلی مهم است، چون احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است. بیشتر آب تازه نوشید. تا حد امکان ترازه‌های خانه‌تان را پوشید. به آنهایی که گرفتار بیماری‌های ضیق نفس و راه‌های نفسند توصیه داده می‌شود معیار داروهای استعمالی را در این روزها کاهش ندهید. همیشه با خود اینگالیاتور داشته باشید. اگر طلبات به اینگالیاتور از 4 تا 6 مرتبه در یک روز زیاد شود، حتما به دکتر مراجعت نمایید. در حال پیش آمدن حالت فوق‌العاده به تلفن 112 زنگ زنید.